والله 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 قدیر از 40 مهمتره. امام معصوم قسم میخوره، با هیچ کس قابل قیاس نیست. 3 بارم قسم میخوره. امام صادق علیه السلام فرمودن شما فکر میکنی خدا روزی بالاتر از قدیر خم خلق کرده؟ 3 بار فرمودن لا والله لا والله لا والله والله قدیر از نیمه شبان مهمتره. والله العلی العظیم قدیر از نماز مهمتر است، از روزه مهمتر است. تو ما برای حجابمون این همه دغدغه داریم، برای ریشه دینمون دغدغه نداریم. والله 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 قدیر از 40 مهمتره. امام معصوم قسم میخوره، با هیچ کس قابل قیاس نیست. 3 بارم قسم میخوره. امام صادق علیه السلام فرمودن شما فکر میکنی خدا روزی بالاتر از قدیر خم خلق کرده؟ 3 بار فرمودن لا والله لا والله لا والله والله قدیر از نیمه شبان مهمتره. والله العلی العظیم قدیر از نماز مهمتر است، از روزه مهمتر است. تو ما برای حجابمون این همه دغدغه داریم، برای ریشه دینمون دغدغه نداریم. Yeah.